بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما دیدیم که تو با نگاه های انتظار آلود جانب آسمان روی میگردانی. اکنون واقعا ما روی تو را به همان قبله برمیگردانیم که به آن خوشنود شوی. پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و به هر جایی که بودید پس روی خود را به آن جانب بگردانید. واقعا کسانی که به ایشان کتاب داده شده خوب میدانند که این امر حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه ایشان میکنند هرگز غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واقعا اگر با اهل کتاب هر نشانه را بیاوری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و نه هم تو از قبله ایشان پیروی می نمایی و نه بعضشان قبله بعضی دیگر را پیروی می کنند. واقعا بعد از این آگاهی که به تو حاصل شد اگر از هوای نفس ایشان پیروی نمایی در آن صورت تو یقینا از زمره ستمگارانی. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او صلی الله علیه و سلم را طوری می شناسند که فرزندان خود را می شناسند و حقا که گروهی از ایشان آگاهانه حق را پنهان می کنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این یعنی روی آوردن به سوی خانه کعبه حق است از جانب پروردگار تو، پس هرگز از زمره شک کنندگان مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هر کسی جهتی دارد که خداوند او را به سوی آن متوجه می سازد، پس در نیکوکاری از یکدیگر سبقت نمایید. هر جایی که باشید خداوند همه شما را باز می آورد، حقا که خداوند بر هر چیزی تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. و از هر جایی که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و این واقعا حق است از جانب پروردگار تو و خدا از آنچه می کنید غافل نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. از هر جایی که بیرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بگردان و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید تا مردم دلیل بر ضد شما نداشته باشند جز ظالمان ایشان که از شما دست بردار نیستند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید و تا من نعمت خیش را بر شما تمام کنم و باشد که شما رهیاب شوید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همان گونه که در میان شما رسول از شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاکیزه میسازد، با شما کتاب و حکمت میآموزد و چیزی را که پیش از این نمیدانستید به شما میآموزد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسی ننمایید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای مؤمنان از شکیبایی و نماز یاری جویید، حقا که خداوند با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید، بلکه آنها زنده اند مگر شما درک نمی کنید. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. همانا ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مژده بده شکیبایان را، آنانی که چون به ایشان مصیبت می رسد می گویند حقا که ما از خداییم و حقا که به سوی خدا باز می گردیم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. همین هایند که عنایات و مهربانی های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همین هایند رهیاب. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
حقا که صفا و مروه از نشانه های خداست. پس کسی که خانه خدا را حج کند یا عمره به جا آرد، بر او گناهی نیست که به گرد این دو طواف نماید. و کسانی که از فرمان خدا به میل خودشان در انجام کارهای نیک اطاعت می ورزند، پس حقا که خداوند در برابر عمل اوشان شکرگزار و به کارهایشان داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. به تحقیق آنانی که نشانه های روشن و راهنمودهای را که فرستادیم کتمان می کنند بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم، همین هایند که ایشان را خدا و همه لعنت کنندگان مورد لعن قرار می دهند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحیم. مگر کسانی که توبه کردند، به اصلاح اعمال خیش پرداختند و حقیقت را بیان کردند، همین هایند که توبه ایشان را میپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آنانی که کافر شده اند و در حال کفر مردند، ایشان مورد لعنت خدا، فرشتگان و همه مردم قرار می گیرند. در آن یعنی عذاب همیشه به سر می برند. از ایشان عذاب تخفیف نمی یابد و نی هم به ایشان مهلت داده می شود. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و خدای شما خدای یگانه است، جز او هیچ معبودی نیست، بخشاینده مهربان است. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین، اختلاف شب و روز و در کشتی هایی که در بحر به سود مردم آمد و شد می کنند، در بارانی که خداوند آن را از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از آن که مرده بود زنده گردانیده و جانداران را در روی زمین به هر سو گسترده ساخته است، همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین رام شونده اند، یعنی مسیر خیش را می پیمایند، در هر یک از آنها یقینا نشانه هایی است به وجود خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. با این هم هستند مردمی که به غیر از خدای برحق معبودان دیگری را به پرستش می گیرند. ایشان را طور دوست می دارند که باید خدا را دوست داشته باشند. اما آنانی که به خدا ایمان دارند محبتشان به خدا نسبت به محبت مشرکان در برابر معبودانشان شدیدتر است. ستمگاران هنگامی که عذاب خدا را ببینند به این حقیقت پی میبرند که همه نیروها تنها از آن خداست و بیشک خداوند سخت عذاب کننده است. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. در این حالت است که پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند، عذاب را می بینند و همه وسایل از ایشان قطع می شود. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. در این حال پیروان میگویند ای کاش به ما فرصتی دیگر داده میشد تا ما هم از ایشان بیزاری می جستیم همچنانی که ایشان از ما بیزاری جستند. آری بدین ترتیب خداوند اعمالشان را به آنها برای حسرت خوردنشان می نمایاند و ایشان از آتش دوزخ بیرون شدن نمی توانند. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مردم، از آنچه در روی زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمن آشکار است. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. به تحقیق که شیطان شما را به کارهای بد و ننگین فرا می‌خواند و به این که با خدا چیزی را نسبت دهید که نمی‌دانید. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. و چون به مشرکان گفته شود از آنچه خدا نازل گردانیده پیروی کنید، میگویند نه خیر، ما از روش پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. آیا این چنین نیست که پدرانشان چیزی را نمیفهمیدند و هدایت نیافته بودند؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال تو در دعوت کافران بسان کسی است که حیوانات را برای نجات از خطر صدا می زند ولی آنها چیز جز صدا و آواز نمی شنود. ایشان در حقیقت کر، گنگ و نابینایند و چیزی نمی فهمند.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید و خدا را سپاس گذارید اگر خاص او را پرستش می کنید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. خداوند تنها بر شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه را در هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. چون کسی ناچار شد در صورتی که از حد نگذرد و تجاوز نکند، پس در خوردن آن گناهی به وی عاید نمی شود. همان خداوند آمرزگاری مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که آنچه را از کتاب خدا نازل گردیده می پوشانند و آن را به بهای ناچیز می فروشند، ایشان جز آتش چیزی دیگر در شکمهای خود نمی خورند. خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمی زند، ایشان را تسکیه نمی کند و برایشان عذابی است دردناک. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند، پس چی چیز ایشان را بر آتش دوزخ اینقدر صبور ساخته است؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید. این تباهیشان از سبب است که خداوند این کتاب را به حق فرستاده است و کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند در نهایت پراگندگی یعنی بدبختی قرار دارند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی تنها این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، مگر نیکی واقعی از آن کسانی است که با خدا روز جزا فرشتگان کتاب و پیامبران ایمان آورده اند، مال خود را با وجود محبت به آن به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و ماندگان در راه، سائلان و برای رهایی بردگان پرداختند، نماز را به تمام و کمال ادا کردند، زکات را پرداختند و کسانی که چون پیمانی بستند به عهد خیش وفا کردند و در برابر سختی ها و بیماری ها و در هنگام کارزار از خود شکیبایی نشان دادند. همین هایند که راست گفتند و همین هایند پرهیزگار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنان، بر شما قصاص در کشتگان فرض شده است، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن. اگر کسی از طرف برادر دینی خود به چیز مورد عفو قرار گیرد، پس باید این کار به شیوه پسندیده پیگیری شود، یعنی حال دیت دهنده در نظر گرفته شود و قاتل نیز به توجه شایسته این پول را بپردازد. این تخفیف است از جانب پروردگار شما و مرحمتی. اگر کسی بعد از این به تجاوز پرداخت، پس برایش عذابی است دردناک. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. و برای شما در قصاص زندگی است ای مردم خردمند، تا باشد که از عواقب کشتارهای ناحق خیش بترسید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر از خود دارایی گذاشته باشد، بر شما فرض است که برای پدر، مادر و وابستگان خود به شیوه پسندیده وصیت کنید. این کار حقی است بر پرهیزگاران. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم. چون کسی وصیت را بعد از آن که شنید تغییر داد، پس بیگمان گناه آن بر کسانی است که آن را تغییر داده اند. حقا که خداوند شنوا و داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه این الله غفور رحیم. چون کسی در مورد وصیت کننده بیم جانبداری یا گناهی را داشت و به این سبب در صدد اصلاح بین ایشان برآمد، پس بر وی گناهی نیست. حقا که خداوند آمرزگاری مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد که شما پرهیزگار شوید. ایاما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه چند روزی شمرده شده است. چون کسی از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای دیگر را به عوض آن روزهایی که خورده است روزه بگیرد. برای آنانی که توان روزه گرفتن را ندارند، به عوض هر روز روزه فدیه است به غذا دادن یک مسکین. اگر کسی به گونه رضاکارانه فدیه بیشتر بدهد، این برایش بهتر است، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر بدانید. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.